سلام دوستان، امروز آودی A3 داریم از سری S و این ماشینای قبلی و ویدیوهای قبلی که دیدین هایلوکس و سوزوکی سویفت، این هم از شرکت بیمه گاردش تعمیر شده و رنگ شده و به ما مراجعه کردن که براشون پین پروتکشن و کاور محافظتی براشون روی گاردشون نصب بکنید. پس با من باشید. خب قبل از هر چیز من بگم ماشین رو گذاشتم روی جک که بیاد بالاتر و به این قسمت‌های پایینی و اینجاها راحت تر دسترسی داشته باشم. خب من کاپوت رو هم باز میکنم که به این قسمت‌های داخل کامل دسترسی داشته باشیم و فیلممون رو بتونیم بزنیم داخلش. خب قبل از شروع من کامل تمیزش میکنم که یه موقعی خاکی یا ذره‌ای روش نمونده باشه. این تیغه‌ای که من استفاده میکنم مخصوص این کاره، لبش کاملا لاستیکیه و به هیچ عنوان روی ماشین خط نمیندازه. این قسمت‌های داخلی که فیلم هم باید بره داخلش هم رو هم تمیز میکنم. خب بعد از اینی که خاکو تمیز کردم، من فیلمم رو باید اندازه بگیرم که اون چیزی که میخوام رو داشته باشیم. خب حالا که فیلممون گذاشتیم سر جاش، باید اون اضافه هاشو برش بزنیم و من با این برش میزنم و به خاطر اینکه این زیرش این شکلی هست اجازه نمیده که این تیغه‌ای که داخل اینجاست به بدن آسیب بزنه. شروع میکنم به برش زدن. این قسمت این خط لبه سپر هست که من بیشتر برش میزنم و این هم خط چرخ هست. خب این خود فیلم دو لایه داره، یعنی 3 لایه داره. یه لایه محافظتی روشه که برای قبل از اینکه ما نصب بکنیم اینو من میکنمش که موقع نصب راحت تر باشیم. و حالا از قسمت خود فیلم میچسبونمشون به این شیشه‌ای که من دارم و فیلممو میچسبونم که پشت رو من این فیلم رو اینجا میچسبونم که وقتی خواستم این لاینر بیرونیشو بکنم راحت باشم. خب قبل از این که فیلممون رو بزنیم ما 3 تا کار باید انجام بدیم. یکی اینه که از این محلول چربی زدایی و گریس ریموور استفاده بکنیم که همونطور که گفتم چون ماشین رنگ شده و پولیش شده به هیچ عنوان چیزی از قسمت پولیش روش نمونده باشه یا اصلا دست چربی یا گریسی خورده باشه به ماشین، باعث میشه که چسبمون روی فیلم عمل نکنه. خب فقط ما وقتی که سری اول تمیزش کردیم فقط خاکاشو گرفتیم، با آب و صابون به هیچ عنوان چربی‌ها از بین نمیره. خب پس من اینو اپلای میکنم، اسپری میکنم و شروع میکنم به تمیز کردن. این یک. دومی ما 2 نوع محلول باید داشته باشیم. یکی اینی که آب و صابونمون هست و اگر بتونین از شامپوی بچه استفاده بکنین
به مقدار زیادم بزنید. شامپوی بچه به خاطر اینکه پوست بچه حساس هست، مواد شیمیایی داخلش زیاد نیست و برای چسبوندن خیلی راحت تر. نگران نباشید، تا جایی که میتونید خیلی زیاد نریزید، ولی توی حدود مثلا 2 لیتر بهتون نشون میدم چقدر باید بریزید. سوم اینه که محلول الکلی باید داشته باشین که لبه ها رو وقتی که زدین با اون محلول الکلی بتونین چسبش رو اکتیو بکنین و سریع بچسبه. اونو هم بازم بهتون نشون میدم. خب الان من فقط از این استفاده میکنم که الان من اینجا 1.5 لیتر آب تمیز تو این بطری اسپری هم ریختم و این هم شامپوی بچه هست. ببینید من به این مقدار داخلش میریزم که کف زیاد بکنه. ما احتیاج به کف زیاد داریم به خاطر این که به راحتی بتونیم تمام حباب هایی که زیرش هست و از زیرش در بیاریم و به هیچ عنوان چیزی نمونه. و در عین حال محلولی که استفاده میکنیم محلولی نباشه که به چسبمون هم آسیب برسونه و ضرر بزنه. به این میگن اسلیپ سولوشن. یه دونه دیگه محلول هست بهش که تک سولوشن میگن. اگر که ژل اپلیکیشن داشته باشید به راحتی میتونید از قبل این درست شده و میتونید اون لبه ها رو باهاش خشک کنید و اجرا بکنید. اگر این ژل در دسترستون نبود، هر مقدار آبی که توی اون اسپریتون میریزید 95 درصدش آب گرم باشه، خیلی جوش نباشه، فقط آب گرم باشه و 10 تا 15 درصد اون مقدار آب باید الکل 99 درصد توش بریزید. خب با این کار میتونید خودتون توی خونه هم ژل تک سولوشن درست بکنید. خب دیدین که من فیلممو گذاشتم روی اون شیشه تا تمیزکاریمو انجام بدم، محلولامو درست بکنم و شروع کنم به زدن. خب اگر بتونید 2 نفر این کار انجام بدین خیلی راحت تره، نه که میتونید رو همون شیشه فقط لاینر پشتشو بکنین و محلولتون اسپری بکنین. خب اینجا الان مونا کمکم میکنه که من با هم دیگه این فیلم رو اجرا بکنیم. خب لاینر پشتو شما بکن، اون قسمت پایینش هم بگیر. خب من این فیلمو، این محلولم رو روی این گارد میزنم. روی فیلممونم همینطور. خب بذارش داخل. یه لحظه. خب برای اینکه محلول زیر فیلممون رو در بیاریم چند تا اپلیکیتور داریم، کارت هایی که بتونن باهاش در بیارن. یکی این لاسیکیاس که اینا مخصوص این کاره که چند تا سفتی و شلی دارن که این آبی مدیومش هست. شما میتونید از این هم استفاده بکنید. این هم همچنان لاستیکیه ولی اینایی که خیلی سختن و سفتن باعث میشن که به فیلمتون خط بندازن و قیافش رو زشت بکنن. میتونید شما از این قسمتی که پارچه‌ای هست و خیلی سفت نیست استفاده بکنید که فیلمتون رو آسیب نزنه. خب الان من روی خود فیلم هم اسپری میکنم.
و شروع میکنم از یه مقداری با این دستم میکشمش و از بالای گارد شروع میکنم اینو اجرا کرد. خب این قسمت به خاطر اینکه الان این کاپوت بالا هست و نمیذاره که این فیلممون کامل بشینه اینجا، این یه تیکه رو من تریم کردم، یه کوچولوش آوردمش کوچیک‌ترش کردم به مقداری که اون داخل احتیاج داریم و این قسمت رو همچنان میبینید داخل نشسته. من از این محلول ژل اپلیکیتور که الکلی هست استفاده میکنم، اینجا رو میزنم و شروع میکنم ژلو پوش کردن به سمت بیرون. ببینید جایی که اجرا میکنید اگه چند ثانیه اینجوری نگه دارید اون محلول کار خودش رو انجام میده. برای تیغتون هم حتما مطمئن باشید که تیغتون کاملا تیز هست وگرنه خوب برش نمیزنه و توی برش زدن هم شما رو اذیت میکنه. خب من الان فیلممو یک مقداری بلند میکنم و از محلول هم دوباره اینجا میزنم که همچنان بتونم این فیلمو قسمت پایینش رو هم اجرا بکنم و خوش نشه. از این قسمت چون این قسمت انحنا داره باید این انحنایی رو کاملا این کارتتون رو داخلش بکشین وگرنه حباب داخلش میمونه. به خاطر اینکه این انحناهای بدن وجود داره باید شما از این اپلیکیشن هایی که به راحتی میتونن حالت بدن رو بگیرن استفاده بکنین که وقتی که داخل این قوسی بدن شما میخواین فیلمتون رو اجرا بکنین بتونه تمام اون محلول رو بیرون بکشه. خب یه مقداری من اینجا از ژل استفاده میکنم به خاطر اینکه اینجا انحنایی بدنه بیشتر هست و باید سریعتر خوش بشه این قسمت. برای تریم کردن این قسمت من از این خط در استفاده میکنم. فقط حواسم هستش که خود بدنه رو برش نزنم. این هم اضافه. خب این قسمت الان ببینید بیرون زدگی داره، یعنی این قسمت الان خوش نشده. من این الکلم رو اینجا اسپری میکنم و فیلم رو پوش میکنم به سمت بیرون و به راحتی میچسبه. این قسمت رو هم با همون ژلمون اسپری میکنیم. این مجددا ادامه تیریمو از این قسمت
خط در کمک میگیریم و انجام میدیم. اضافه ها رو وقتی میگیریم به راحتی این فیلممون میشینه سر جاش. این قسمت رو هم مجددا الکل میزنم، محلول الکلی، و بهش یه ذره تایم میدم که بچسبه. خب مجددا الکل میزنم که یه مقداری اکتیوش کنه و یه چند دقیقه بعد میام اجراش میکنم. خب حالا این قسمت رو هم این قسمت رو من بیشتر تریمش میکنم که دسترسی به داخلش و اسپری کردن راحت تر باشه، به مقداری که خب حالا من این بلندش میکنم و الکلم رو به داخلش اسپری میکنم و این کاردم رو از فشار میدم که این شیپ این قسمت رو و حالت این قسمت رو بگیره. ببینید به راحتی فیلممون میچسبه و هیچ چیزی از پشتش نمیمونه و هیچ حبابی هم نداره. خب این قسمت کامل نچسبیده، من مجددا میکنمش و این الکلمو میزنم.
خب انتهای کار و من گوشه ها رو بهتون نشون بدم. این از گوشه ها. لبه جلویی و دور چراغا. این هم دور چراغا، دور سپر. این دور هلال لاستیک، پایین گارد و خط گارد و در. ممنونم از حمایتتون که تا اینجای ویدیو با من بودید. شیر، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.